هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. این که نام زندگی نوروز شد، زنده بر نازندگی پیروز شد. درود و پیام های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. ما که در عرفه بزرگترین و شکوهمندترین جشن باستانی ملی نوروز جمشیدی قرار داریم، با حضور دکتر بشیر عزیزی، پژوهشگری پژوهشگاه فلسفه و سیاست شناسی به نام بهاءالدین اکادمی ملی علمای تاجیکستان، در اطراف این جشن بزرگ ملی و تاریخیمون یک صحبتی میکنیم با نام پیام امید آفرین و ضرورت بازشناسی آیین نوروزی. نگفتن نماند که استاد بشیر عزیزی با همین نام و همین عنوان مطلب مفصل علمی در نشریه ملی صدای شرق به چاپ رساندند و شما می توانید که از اونجا این مطلب را پیدا کنید و مفصل مطالعه فرمایید. تشکر استاد عزیز که دعوت ما را پذیرفتید و در این حال هوای نوروزی سر صحبت میشینیم، در اطراف نوروز صحبت میکنیم و مخصوصا در اطراف مشخصات همون مطلب مفصلی که نشر کردید و در اونجا پهلوهای گوناگون نوروز و این آیین قدیمه ما را افشا کردید. از قدیم تا از بامدادی ظهور یک انسان آگاه و هوشمند تحلیل کردید و تا زمانی ما را رساندید، پیام‌هاش نشان دادید، مشخص کردید. از همین پیام شروع کنیم و بعد ادامه میدیم. بفرمایید. پیش از همه از شما هزار سپاس میکنم که این فرصت فراهم ساختید که در رابطه با این مناسبت بسیار نیک نوروز خوشایین صحبت داشته باشیم. سپاس از شما. البته بحث ما عمدتاً روی پیام امید آفرین، اون پیام جناب عالی بود، بنیادگذار صلح و وحدت ملی در تاجیکستان، رئیس جمهور معظم تاجیکستان جناب علی رحمان، که پیام برای این واقعا امید آفرین است و این سال پیام ایجاد یا بنیاد دفتر بین‌المللی نوروز دادن. گویی که امسال نوروز در تاجیکستان یک حال و هوای تازه به خود گرفته است. گویی که رونق عهد شباب است دیگر نوروز را در تاجیکستان. برای که در این روزگار بسیار آشفته در دنیا و با آن همه تاریخ‌های پر از فراز و فروده که نوروز داشته در خاستگاه خود، حتی سرزمین‌های خاستگاه خود، و گاهی هم از خاستگاه‌های خود رانده شده است در 3 دهه اخیر در بسیار سرزمین‌ها همسایه تاجیکستان حتی. اما خوشبختانه که یک پیام نوید آفرین اینجا می آید که برای نوروز هنوز هم آغوش پر لطف و خانه امن فراهم است در تاجیکستان. این مسئله بسیار مهم است و در این پیام که من میخوایم نقل قول از جناب بکنم آمده است که با در نظر داشت فلسفه و حکمت جاویدان نوروز، سنت و عنعنه‌های بشردوستانه آن و استفاده آن برای تربیت نسل‌های آینده در شهر دوشنبه مرکز بین‌المللی نوروز بنیاد کرده. رئیس ببینید چند مسئله است. مسئله فلسفه و حکمت نوروز است. دوم ای که مسئله این که این حکمت، این آیین بشردوستانه است، از حوزه خاص یک ملت یا یک منطقه بیرون است. این نکته بسیار مهم است، مربوط به بشریت است. و دیگری که نسل آینده برای تربیتش باید اطلاع بیافته از این آیین نیک و بشردوستانه. این چقدر مسئله های مهم، چند نکته بسیار مهم است. برای همین من محور همون نوشته خود به اساس همین پیام امید آفرین بنیاد گذاشتیم و به نظر من این پیام در تاریخ ارجگذاری معاصر آیین نوروزی دومین حادثه است که در
ربع اول قرن 21 رخ داده است. حادثه اول مسئله به رسمیت شناخته شدن نوروز از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 2010 در 21 مارچ بود که او هم بیشترین ابتکارش جناب عالی داشتن و پیشنهادهای تاجیکستان بود که امروز در جهان همچون یک آیین بشردوستانه به رسمیت شناخته شده و یک روز مناسبت بین‌المللی است. این در دهه اول قرن 21 رخ داد. حادثه بسیار دوم مهم دیگر همین پیام است که مژده ایجاد بنیاد یا دفتر بین‌المللی نوروز داده شده است که یعنی ما باید نوروز را در سطح بین‌المللی در یک حوزه بسیار گسترده برای که یک میراث تمدنی است که به همه بشریت تعلق داره باید این را تجلیل بکنیم. تشکر زیاد استاد، مقدمه خوبی هم ارائه فرمودید در اون مطلبتان هم هست. اکنون میگذاریم به اون که نوروز به صفت یک آیین کهن که از زمانی از بامدادی هوشمندی انسان درک میتید که از یک مخلوقی استعمال کننده به یک مخلوقی آفرنده یا استحصال کننده تبدیل یافته بود و همونجا پی برد که این قدرت و این نیرو و این توانمندی هایی که دارد میتواند که اونها را استفاده برد و به هدف برسد. از همون مرحله های ابتدایی زندگی انسانی شروع کنیم که چگونه شکل گرفته و چگونه یک آیین سنتی به نام نوروز ظهور کرد. از اونجا بسیار خوب. چرا ما میگیم که این نوروز در آغوش خود یک تمدن نیفته داره؟ به خاطر از اینکه دانشمندان جامعه شناسی و آنتروپولوژی و فلاسفه تاریخ تکامل بشری را به 3 مرحله تقسیم میکنند. یک مرحله زندگی جامعه بدوی هستند که هنوز تمدن نمیشناسند و دیگه مرحله دوم کشاورزی و متمدن شدن آغاز میشه و مرحله سومش مرحله جامعه صنعتی و مدرن صنعتی است که امروز ما در زندگی میکنیم. البته 200,000 تا 400,000 سال پیش ما انسان ها اجداد ما موجودات بسیار بی اهمیتی بودند برای اینکه هنوز تمدن را نمیشناختند و آنگونه که نوآ احراری میگفت که مهمترین مسئله که باید در مورد انسان ها در جوامع با اهمیت‌ترین مسئله که بفهمیم این است که اونها موجود بی اهمیت بودند. بسیار نکته مهم است. برای چی میگه اونا مثل دیگه موجودات دیگر مثل پرنده ها، کرم ها و خزنده ها در کنار آنها میستن کدام نقش رهبری کننده در کره زمین نداشتن و این ببینین چند صد هزار سال میگذرد. 70,000 سال پیش تا 50,000 سال پیش از آفریقا نیاکان ما آهسته آهسته به سوی آسیا و دیگر قاره ها اول به آسیا چیز کردن و در این مناطقی که ما امروز در زندگی میکنیم فلات ایران اینا هم اینجا جا گرفتن در مناطق بابل اون جاهایی که بین نهرین هستن اینجا آمدن آهسته آهسته کشت را آموختن. پیش از اون زندگی مثل دیگر حیوانات زندگی کوچیکری داشتن، زندگی جنگلی بود. بله و اون زندگیشان هم روزمره بود، زندگی مصرف کننده بودند، هر روز شکار میرفتن و آن چیزی که تصادفاً برای زنده ماندن بود. بله با مجرد که اینا حدود 10,000 سال پیش هنر کشت را آموختن. این هنر کشت عمدتاً در همین سرزمین نیاکان ما در بین نهرین و بابل و اون وقتا که کوروش بعد این منطقه های چی است بر روی تمدن ما هستند بودن و فلات ایران و این سرزمین هایی که ما در اینجا زندگی میکنیم خراسان اینا آهسته آهسته کشت آموختن و این کشت برای از اینا چی چیزهای را داد. یکی این که اینها متوطن شدن در یک جای، آدرس پیدا کردن اینا. شما وقتی با یک کس سلام علیک بپرس میکنین یا احوال یک کس میگن اینا از کجا هستن، بعد بپرسن که از فلان منطقه دنیا هستن و اینها بعد از اینکه کشاورزی را آموختن در هر سال باید منتظر باشند که باز از نو غله سر میزند، جوانه میزند، تاریخ را فهمیدن، یعنی زمان را شناختن، تقویم را شناختن. این مسئله بسیار زیاد مهم است که در از یک مصرف کننده تبدیل شدن به یک موجود آفریننده.
ببینید ما و شما کلتور اصلا به معنای امین پرورش است. بله بله. پرورش است. بعد امید دانشمندا سیسرو دانشمند یونانی هم گفت که اگر انسان ها نباتات را پرورش میکنن میتونن که پس انسان هم میتونن که پرورش بیافند. در زبان یونانی همین مسئله کلتور مسئله پرورش است. یعنی ما از موجود طبیعی صرفا طبیعی که مثل دیگه موجودات طبیعی فقط از آنچه که تصادفاً در اختیارشان بود استفاده میکنن تبدیل شدیم به یک موجود تولید کننده و کلتوری. یعنی بساط تمدن رسیدیم. بساط تمدن رسیدیم. ویل دوراند یکی از دانشمندان بزرگ است که تاریخ تمدن را در چند جلد 11 جلد نوشته است. اون در کتاب اول خود که تمدن مشرق زمین گهواره تمدن یک نکته بسیار جالب در این رابطه میگه که من نقل قول از رو بر شما بکنم. میگه که نخستین قدم در راه تمدن کشاورزی است و فقط هنگامی که انسان در سرزمین به قصد کشاورزی در آن و ذخیره کردن غذا برای روز مبادای خود مستقر شود و آتیه خود را تأمین کند فراغ خاطر و احتیاج متمدن شدن احساس میکند. بنان ما تاریخ تمدن ما با وجودی که نوع ما چند صد هزار سال زندگی در کره زمین موجودات بسیار پیش بافته و ابتدایی بودن، هیچ نقشی در این کره زمین نداشتن. با کشت و ما تبدیل شدیم به یک موجود متمدن. تاریخ تمدن از اینجا برای امین است که آیین نوروزی ما فهمیدیم که برای ما تمدن آفریدن، ما این را تجلیل میکنیم، ما این را گرامی میدانیم. و نوروز هم اتفاقا همینجا پیدا شد. بله بله در همینجا پیدا شده و روز اول و پیشانی سال همین است که ما حق داریم برای اینکه زمین بر ما هویت آفرید. زمین و کشت بر ما تاریخ آفرید. تمدن بنان ما وظیفه داریم، حق داریم که ما از این روز همچون یک آیین که از نیاکان ما بسیار آیین نیک و تمدن آفرین است استقبال بکنیم و این منبع یک فلسفه شد و جانبینی شد برای امی فرهنگ. کسایی که امی را شناختن در سرزمین‌های دیگه میشد، ولی امتیاز نیاکان ما است که این روز شناختن و تجلیل میکنن. زمان شناختن، تقویم شناختن، شرایط شناختن و فهمیدن که با توجه باید به همین زمین باشه، برای از اینکه پایه تمدن و پایه استمرار حیات ما و منبع ذخیره آینده ما همی است. به همون خاطر سعی کردن که به زمین متمایل باشن. این نقد بگیر و دست از آن نصیحت بدار. خیام میگنین یعنی که ما یک جان بینی را به ایش متمایل شدیم که چشم و دل ما به همین زمین باید باشد. حافظم در این مورد شعرهای بسیار جالب داره که در همین راستا گفته و ما باید که از این فلسفه همچی یک میراث فرهنگی باید استفاده کنیم و به نسل‌های دیگه بفهمانیم که ما میراث‌خوار یک تمدن هستیم. حتما استاد در موضوع باری فلسفی علمی نوروز هم صحبت میکنیم. یک سوال آخر آن استاد، پیامی که نوروز همچون مرحله شناخت و آگاهی انسان به انسانها داده است در این زمین و نظر شما چی است؟ پیش از اون میخواستم که حافظه بگویم که بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را. اونا میگفتن که همین جاست، همه نعمات را زمین فراهم کرده، شما باید سپاسگزاری داشته باشید. فکرشان با بالا نباشه، فکرشان شما به همین جا باشه. در مورد نکته که شما گفتید ما دیدیم که حالا ببینیم که این نوروز برای زمان ما چی اهمیت داره. ما نوروز رو از خاطر از این تنها برش ارزش‌گذاری نمی‌کنیم، خاطر از اینکه میراث گذشته است. اگر میراث گذشته برای حال و آینده کدام ارزش نداشته باشه دیگه برای چیزی است که برای زینت موزیم ها خوب است. اما از آنجایی که ما شما دیدیم گفتیم که نوروز به ما متمدن شدن را گفت. انسان متمدن کسی است که مصرف تنها نمیکنه، چیزی هم به زمین علاوه میکنه. علم به ما نشان داده که میزان مصرف ما از زمین نظر به آنچه که ما به زمین چیز علاوه میکنیم بسیار زیاد است. اگر ما
توجه به این مسئله نکنیم که زمین را صرف به خاطر رفع نیازمندی های خود استفاده بکنیم و نسل‌هایی که بعد از ما میآیند او را در نظر نگیریم، بنابراین ما در واقع خیانت میکنیم، جفا میکنیم، مسئولیت اخلاقی خود در برابر نسل آینده نشناختیم. ما بنابراین نوروز با ما چی آموخت؟ که انسان متمدن تنها مصرف کننده نیست، چیزی به طبیعت بیافزایید. ما با افزودن به طبیعت عادت به تمدن شدیم. بنابراین ببینید که این اندیشه که نوروز داره با فکر دنیایی که فعلا در جنبش های سبز ببینید به خاطر حفاظت از طبیعت، ببینید در همون زمان ها نیاکان ما فهمیدن که این مسئله بسیار مسئله مهم است. زمین را باید مقدس شمرد. در کتاب اوستا زمین مقدس شمرده شده است و امید ویلدوراند میگه قرار باشه که مذهب در دنیا بسیار با اهمیت باشه برای نسل نو، اون مذهب زرتشتی ها بود که گفتن که زمین را فاسد نسازید. حتی مرده‌های خود را در اون نیاکان ما در زمین گور نمیکردن که فاسد نشدن، میگذاشتن در قلاهای کوک تا پرنده هایی که گرسنه هستن از استفاده بکنن. تشکر زیاد استاد. حتما موضوع نوروز را ادامه میتیم با حضور شما. آنچه که ایرها فرمودید فکر میکنم و باورم دارم، مطمئنم که بینندگان ارجمندم برای خود چیزها و نکات جالبی هم پیدا کردن و مقاله مفصل شما را در صدای شرق پیدا میکنن میخوانند. بینندگان ارجمند یادآور میشویم که صحبت اختصاصی داشتیم با دکتر بشیر عزیزی، پژوهشگری انستیتوت فلسفه و سیاست شناسی به نام بهاءالدین فی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. پایان برنامه ما است. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.